کجا داری میری؟ نمیدونم، گفتم دیگه قراره با هم دیگه بریم، با هم ستایی بریم تایلند. اولین سفر تایلند منه، امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. خبری جاهای دیدنی تایلند رو ببینی دیگه. من میتونم جای دیدنی شد. ببین من گذری میگیرم براتون، بعد بریم ببینیم چه خبره. همش پوله آقا. اینو من نمیفهم، این توی نافشه غذا چیه؟ خب خوبیده؟ چیته؟ 100% وطنی. ما الان فرودگاه امامیم. یه سلامی عرض کنم به کسایی که قرار ما رو از این قاب نگاه کنن. ما بریم به سمت بانکوک. 2 روز بانکوک اقامت داریم، 5 روز توی پاتایا. اولین باری هم است ما داریم میریم تایلند. اسمش بده ولی خودش خوب طبیعتش فوق‌العاده است. و هر کی ما توی مدت گفتیم داریم میریم تایلند با ما خندیدن. نه حالا چه اتفاقی خیلی هم نتونستیم. واقعا مدل مود چقدر خوشگله. قرار بریم کلی خوش بگذرونیم، اتفاقای خفنی بیفته تو این ولاگ خفن. با ما همراه باشین، کلی کارهای ها امیر صدامون میکنه. بذار من برم امیر ببینم چی میگه. آقا مهدی فریشاپ ایرانیه دیگه. عروسک کریکوز و عروسکشه گلاب، جلوی گلاب. شما فریشاپ خارجی رو ترجیح میدین یا ایرانی رو؟ 100% وطنی. این پای سرتون هم روسری میپوشن. اینه برای کسایی که از اون من بریم تا دیرمون نشده. پاشاتچوق میاد اینجا. پاشاتچوق یعنی چی؟ سرلخت میاد. بریم. آقا مهدی راجبه سلام عمو جان. سلام عرض شد. توجه نه خورد به چپی. سلام عرض شد. بازم خورد به چپی. زیاد تحویل نمیده. کجا داری میری؟ نمیدونم، گفتم دیگه بکنم. قراره با هم دیگه بریم، با هم ستایی بریم تایلند. اولین سفر تایلند منه و امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. خبری جاهای دیدنی تایلند رو ببینی دیگه. من میتونم جای دیدنی شد. ببین من نیها مال چینه داده. ام داریم میریم. انشالله خوش بگذره. انشالله. سلام. خب سلام. خیلی نشستیم درسته؟ از انوگر باید تایلند زیاد میگردم. جای خوبی هم نشست. کتابی خدا رو شکر. ما که راضی. خیلی میگه یعنی درسمون میده. نمیدونم چرا اینجوریه، اصلا واقعا درک نمیکنم. فقط دنبال اینه که یه کاری بکنه، مثلا یکی واسش این همه کار بکنه برگرده یا فلانی واسه من یه کاری کرد. چرا؟ آشکار لحظه تیکاپو داریم که چی داری میخوری؟ چیه؟ واین فلورکشن. خب یه بعد صبحونه ما خوردیم، چایم مربا بود، دوکره اینم پنیر بود، اینم آفورتابه. بیدار شدی؟ امیر چطوری؟ خوبی؟ خوابیدم. آه؟ من اینجا خوابیدم کامل. خب خیلی حال دارم. نوش جون. یه روشنایی روشن کردن که ما صبحونه بخوریم و بعدش هم بازم یه چرتی بزنیم. چی گفت؟ سبادیگه خیلی مفصل. کی؟ اون تلاش کرد ولی نتونست. بی بهره بود. الان بعد شما وارد خاک کثیف تایلند شدی. پر از کثافتکاری قرار اتفاق بیفته. ما یه مدرسه خط دعوتی. خیلی شرجیه تو آب و هواش اسپرمو داریم اسم. خب اینجا فریشاپ هتکلونه؟ آری. تست داره؟ میشه خب چمدون تیشرتامون رو بریم بزنیم. میشه؟ پلاستیک میتونیم جمع کنیم بعد اونجا بپاتیم رو لباسامون. تو چند؟ چقدر؟ 5600 5600 یعنی تقریبا 7 میلیون خورده درست؟
بیا بیرون. اصلا میگم از این قسمت دیگه نمیتونم براتون بگیرم. هر گذری میگیرم براتون بچه. یه گذری خیلی کوچیک بگیرم که من از حضورتون مرتضی. منتظر چمدونی؟ بله. اینجا کلاه کار نداشتیم. نه. حداقل برمی‌داشتیم یه مقدار بالاتر داخل شهر میفروختیم. نه؟ یه سودی حداقل. این دوستمون از طرف شرکت اومده که ما رو ببره. یه کوچولو نامنظمی در کار بوده به خاطر اینکه منتظر مسافرین دیگه است. میگه که بیاین دنبالم بیان. ما هم همینطوری دنبالش داریم میریم. انشالله که خیره. امیر ما تو رنگ کردیم هم نبره سرمون بلا بیاره. This have any pork. هیچ پوخی نیست. هیچ پوکی نیست. می اوکوفین famous. یه دوست دخترمه. Yes, for tonight. واقعا؟ اومدیم فقط واسه زیارت. زیادم تحویل نگیره بچه بودم پیمس هستن. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. F I L L. F I L L. المان کیک. اوکی. من زبانم واقعا ضعیف. باید یک کلاس زبان بریم. بچه‌ها یه بای بای بکنی. بای بای. بای بای فرست بن. در بد به ورود اومدیم توی یه دونه هایپرمارکت سیم کارت بخریم و اینکه گرفتین سیم کارت. خب همکنون غذا اومد 675 تقریبا 900,000 تومان تقسیم بر 3 کنی نفر 300 تومان. یه همبرگر به نظرم با یه نوشابه و با یه سیب زمینی فوق العاده است. حالا خداشون هرچی از دست بیله یا یه مجسمه است از سر کار میخواد بره خونه وای میسه وسط خیابون دعا میکنه دمش گرم. کار یه بار میشه دیاجی. دستشو کرد تو حلقش خورد. یه بیا تو هم بخور. یه خیلی خوشحال است بیا تو هم بخور. خدا پشت و پناه قهرمان بی وجود. سلام علیکم بچه. امروز روز دوم سفرمون توی شهر زیبای بانکوک.
دیشب رفتیم یه فری خوردیم داخل شهر رو اومدیم گرفتیم خوابیدیم. خوش گذشت. خیلی شکر خدا جای همه دوستان باشه. فقط فر خورد. دوک ارزونه بگم به خاطر همینه ما ایسار دوک میشیم. نه چون ترافیک رو زودتر پشت سر میشه. یه خرید کوچیک کردیم آقا مهدی. بعد اومدیم چرت و پرت بخوریم. بچه‌ها غذای دریایی رو واقعا من اصلا دوست ندارم. مرغ غذا دریایی. خب با 2 تا چمدون اومده بودیم، با 6 تا چمدون داریم میریم پاتایا. 2 روز سفرمون توی بانکوک به نظرم جذابیت‌های خاص خودشو داشت. قراره 5 روز از سفرمون رو بریم پاتایا و به نظرم که قراره اونجا اتفاقای بهتری بیفته. که فوق‌العاده بود. بریم که داشته باشیم. سوار شدیم داریم میریم الان از بانکوک به پاتایا و اینکه آقای راننده‌ام باندش ریده. آره باند ماشینمونم خرابه نمیتونیم آهنگ گوش بدیم و یعنی الان کلی قرار بود آهنگای خوشگل گوش بدیم. شاد باشیم. هوا چقدر خوبه. داشتم کلیپ تو اینستاگرام نگاه میکردم و دیدم چشم داره سنگین میشه. عقبم نگاه کردم بچه‌ها خوابیدن. منم یکم بخوابم چون خوابمون کم بود. این شخص دارن میگه تو خور رو خوف میکنی نمیذاری من بخوابم. این شخص آقا مهدی هم خوابه. اینم نمای این نظیر سخت. این بره تصویر. پاتایا خوش آمدید. آج آقا وارد هتلمون داریم میشیم. چه جای خفنیه. خداحافظی میکنیم از ماشین خاص و خفن و سلام عرض میکنیم به هتل جدیدمون توی پاتایا. این هم محبته هتل. اژدهاست یا اسبه من نمیدونم. این خیلی باحاله. هرچیه اومدیم یه رستوران کاملا ایرانی یه غذای ایرانی خوردیم. چلو کباب، سالاد شیرازی، ریحون. ولی اگه شما توپلو مثل من سیر میشه یا میخوای اون سیاد بخوری بوفه سرویس هم داره تو رستوران. شما باید 100 من حساب بالای منو کنسل کردی. خب ولی فقط 100 من همه میتونه بخوری. اوکی؟ غذاها چیه خانم ساسی؟ عزیزم الان فکر کن چون من میخوام زنگ زنم ریسیپ کنم. غذا چیه خب؟ خوبیده؟ جوده؟ بومه سبزی؟ گمه؟ اوکی؟ نمیتونه دیگه شما خسیس نیست ولی علیکی تفیق نمیده تو خسیس نیست ولی علیکی تفیق نمیده تو همان کاری. از این رنگ کجا اومد شما؟ چراغ روشن کن بگو. کرمانشاه اون کرمان پسته داره. خب خیلی خوب بود کرمان هم پسته داره هم تریاک. شما اسفانی نیست عزیزم. آره اسفانی هم ساسی میگم ما 100 بد نمیشه. همینطوریه. میرم بیرون 100 میلیون خرج میکنم. آقا دیدی ولی این میدونه 4 نفری کرمان به خودم هیچی نگفتی. ساسی میگم ما میتونه تفیقی شیرین اینا کرمان کری فول داره. گوشت چیه؟ گوشت چیه؟ غذا رو یه بار دیگه میدید. خوبیده جوجه گومه سبزی گمه. شما چی میخوای آقا 2 نفری عزیزم؟ نوشیدنی چیه؟ نوشیدنی پپسی. خیلی جیگر ناموسا. عزیزم چی میخواری؟ خب همونطور که میبینیم معبد شهید بروسی رو در تصویر داریم که یکی از معابد معروف پاتایا و همکنون فهمیدم که باید خانوماشون اینجا شلوار و پیرن آستین بلند بپوشن تا اجازه بدن که وارد معبد بشن. این پاهای فکر کنم اون آقا هست که اونجاست و اینکه بریم بالا ببینیم چه خبره. من شنیدم که واسه
این خداهاشون غذا میارن و اینکه فکر کنم نیازمندا میخورن اون غذاهایی که تو اون قسمت میذارن. بریم ببینیم چه خبر. آقا از پله‌ای که میای بالا میرسه به یه مجسمه که تو دستش پول خورده. این راننده اسنپ فکر کنم اسنپ کار میکرده. اینجا هم نیزه‌ای فکر کنم جمونگه، برمیداری از اینجا یه نیزه برمیداری میزنی اینجا توش پول میزنی، همش پوله آجا. بعد اینجا هم خداهاشون شروع میشه، پر خداه. اینم حاکم اعظم میتیکام چیز، اینم خدای بزرگشونه. اینجا میان دخیل میبندن با آقام بروسلی، حاجتم نده هیچی از اینجا بیرون نمیره. اینجا هم نشستن دارن بودا رو، من این آب میوه میگم اسراف نیست، باز میکنن که خداشون بخوره. اینا خب مجسمه است و خبری از خوردن نیست. اینجا هم که ایشون دراز کشیدن. بعد اینو من نمیفهم، این توی نافش چیز حفره است چیه؟ عرض سلام. این هم ستارشونه، ریشه ستاری گذاشته. و اینکه آقا داشتیم راه میرفتیم عکس انداخته خوشگل خوابش کرده گذاشته اینجا. آقا جواد شما برمیداری عکستونو؟ آره من ولی زیاد خوب نیفتادم، این شرمنده شدیم دیگه واقعا. آقا بعد مدت ها، بعد 2 روزی که توی پاتایا بودیم، میخوایم بریم تقریبا میشه گفت خفن ترین پاساژ پاتایا به نام ترمینال 21. بریم ببینیم داخلش چه خبره. میگن از هر برندی یه دونه شعبه اینجا هست که یه گرونه دیگه، هرچی بخوای بگیری گرون. آقا ورود زدیم به یه جزیره نزدیک پاتایا. یه ماشین گرفتیم به مدت 1 ساعت قرار ما رو بچرخونه و کلی چیزای خفن بهمون نشون بده. عرضم به خدمت شما که خصوص جزیره میمونا، البته میمون با خودمون آورده بودیم ولی خب گفتی بریم میمونای طبیعی و واقعی ببینیم. یه ساحل شلوغ و خفن سبادیکا. به به نداریم بیو. سلام خانم لیده. سلام. وقتتون بخیر. واقعا داریم فارسی صحبت میکنی؟ این هم بام پاتایا. 17 سال ایران هستی؟ 17 سال آها لیدر ایرانی هستی. اونم پاتایا میساسی اونم اقواری پاتایا اسم نگرو همه هتل خیلی خوب هستی، هم هتل 5 ستاره. یه هتل برای پادشاه تایلند اونجا هم هستی اسم سیتارا گرند میرن، اونم هتل برای نوراتی هستی. دیگه هم اونجا پاتایا قدیمی اسم نگرو دیگه واسط خب اونم دمدار هتل اماری هستی یا هتل شما هستی، اون اسم پاتایا. بعد دیگه دستش هم دیدید این دایو جامتین. جامتین یه آفتابه اینجا چرا اینطوری شد یهو؟ نه؟ یه جمله معروفه میگه کمال همنشین در من اثر کرد. درسته خانم لیدر؟ بلشون فیلمو بیا. بیا با. میگم اسمت چی بود؟ ساسی. الان کجا میخوایم بریم ساسی؟ الان بریم بودار طلا. خب این بودار قبلن رنگی سفیده دیگه. بودار شهر پاتایا من فقط یک دونه بودار داره. خب تایلند فقط یک دونه بودار داره ولی مدل فرق داره. مثلا اینم بودار برای گمه. خب اینطوری لباس پوشی. مثلا بودار توپولو برای پوندارو، اون بودار چینیه. بعد یه بودار رمضان همه داره اونجا بالایه. لطفاً عزیزم بریم اونجا 20 دقیقه برو بالایه بعد بیا ماشین لطفاً آن تب، چون میخوایم بریم تست میوز. خب یم به گشنمه. خب میخوایم بریم فیلم سواری. اوکی 20 دقیقه برو بالایه الکی دعا خری بعد بیا پایین باشه. 1 2 3 4 تشکر.
آهنگ خودشو گذاشت. حاجی پیاده چه میتره کنا. وقتشه بدی لبه رو بیبه. دلش بده سکسی. خیلی خوبه. ساکسی سکسی بغل بده. ماشالله ساکسی جنتلمن این خانوم هم عشق من. باریکلا. شاباش شاباش. پولیرانی میخواد. قشنگم غیر میده. این بودا را گفتم تایلند همه یک دونه بودا داره ولی مثلا میخوای راهوه لباس بودا بپوشی تایلند باید خوب فقط 5 ساله خب بعد دیگه باید 21 ساله خب دیگه اگه رفتم لباس راهوه بپوشی نمیتونی بعدا ساعت 11 ساعت نمیخوری فقط آب بخوری دختر نمیتونی دست بزنی اگه دیدی لباس آها این لیگنایی که کچل میکنن رو داره میگه. میگه 21 سالگی. آره بعد دیگه خب اونم از مثلا به دختر نباید دست بزنی. غذا نباید بخوری فقط آب. بعد دیگه شما دیدی این مار شما دیدی ماره بله. چرا همه دمدار بوده مار داره چرا؟ مار یک روز بیا دمدار راهوه بوده گفتم عزیزم من میخوای مثل شما لباس راهوه بپوشی ولی مار نمیشه چون مار آقا اینم از فیل سواری ما. اومدیم فیل سواری. امیر جلوی منه مهدی هم جلوی امیره. به ترتیب داریم آنتگی ولشواید جاده ابریشم در تکاپوی جاده های قرباسیا جاده به نام ابریشم وجود دارد. The park is given nowhere in the Fornismekai. پارکی اسم این حیوان چی بود یادم رفت؟ اینا شترمرغ دریایی ها. مهدی اینا رو نگاه. این صحنه واقعا غم انگیزترین صحنه زندگی منه. بویدی بکن لایو نووریا. آقا مهدی سوار فیل شدی؟ اولاغو با به من بی احترامی کردی؟ آره؟ فیل سواری داری میکنی؟ بابا راحت بشین لذت ببر چرا تکون میخوری؟ این از پنسال اومد بعد دیگه یک کندال بسن تو خب پنسال یک دونه بسن دیگه 2 سال دیگه یک دونه بسن 2 سال یه بار یه دونه میندازن. اینم دیگه الکی نیست زخم شده. آره این کانا داره خب دیل خودت اینجوری از شهر بالای تایلند هستی اسم کریان اینجوری میخوابه بالا. آره هم اینجوری اسم شهرشون چیه؟ کریان بعد دلیل این کارشون چیه؟ آره نه چرا این کارو میکنن؟ اصلا این یک دیل دیگه خب دیل دینشونه. تو دین خودشون اینطوری میکنن. بیوتیفول. میمون رو نگاه کن خدا. سلام دست نزنم. شوهرم اون بود.
پول سگ نگاه ببره. های تو اینجا اسکوئر نگرفت. اینا رو اینجا گذاشتم باهاشون عکس بندازم. الان قدمت این درخته چند ساله؟ این 1 میلیون سال پیشه. واری این فقط 59 ساله. واری این یک دونه سنگ از بیرون اومد. ها یک دونه سنگ 1 میلیون سال پیش قبله. این درخته میگه برای 1 میلیون ساله. 1 میلیون 1 میلیون سال پیش کی بود که؟ ماهی نگو از دریا. ساسی؟ ساسی چی میزنی؟ پون برای خوشبخت. ساسی پول. آره پون برای خوشبخت. اینا رو میتونیم برداریم؟ اصلا شما هم یواش بیاید. اینا رو ما برداریم خودمون خوشبخت بشیم. برداریم؟ بعد دیگه خب 1 میلیون سال پیش میشه. چه جای خفنی اینجا. شاید هم خورد. بیا حالا میوه میخرم بهشون میدم. اینجا یه پارک خیلی بزرگه. از هر حیوانی هم که فکر کنی اینجا هست. مثلا این استخر پر از ماهی‌های، حالا اسمشو نمیدونم اشتباه نگم، ولی خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. اون چیه رو سرش؟ حرام. قربونت برم خدا این چی آفریدی؟ رو کلش یه کله دیگه است. بیا یالا بیا 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 تو هم بیا. نه خوردی بیا. خب همونطوری که مشاهده میکنین هم غذا گرفتم به این تمساها بدم. واقعا دلم اونو چه چیزی داره میاد. بیا من مخ پولمو به دست نمیدم به اینا. مخ بذارش تو سرش اول. تلاش کنی. نه بذارش تو سرش. این گرفت. یه روزی رو خدا میرسه. این روزی این بود. قیافه رو نگاه. چرا بیحاله بنده رو. آقا اینجا میام با ببرا عکس میندازم. میخوام هر کی میاد به ببرا نگاه میکنه رو از پشت غافلگیر کنه. بریم که داشته باشیم. ببرا اون برای میلاد. خب حامد جان، حامد میخواد دوباره وایسا. الان نه. میری بعدی؟ یه ببر آزاد من یه ایرانیم. اگر بار گرانی اگر نامهربان خوش گذشت. واقعا خوش گذشت. خیلی حال داد. برای اینکه روز آخری هم یه بارون اومد کمتر از 20 دقیقه خیابوناش دیگه بسته شد. حالا اینجا بهتر شد. حالا سیل بود. مردم آسیای شرقی رو چطور دیدید؟ آدمای خفنی هم خیلی خوشحالن، خیلی شادن، با هم هیچ کاری ندارن. خفن‌ترین و مشی‌ترین آدما ایرانیان به نظر من. ولی
یک کوچولو باید بیشتر بخندن، یک کوچولو باید زندگی رو ساده‌تر و آسون‌تر بگیرن و آرزوی قلبی اینه که یه روزی با عزیزترین کساتون بیاین اینجا. مرسی به ما ارزش قائل میشین، ما رو نگاه میکنین. خیلی خوش گذشت. همین، مرسی. این ماشینش گوپرو داره، یعنی از جلو فیلم برداری میکنه. اکثر شرکت‌های بیمه تو کشورهای خارجی میخوان که شما دوربین نصب کنین رو ماشینتون که تصادفی اگه رخ داد متوجه بشن. داریم دیگه، واقعا من دلم گرفت. پروازا رو باید چک کنیم. بله، وارد فریشاپ فرودگاه شدیم. آقا اونوری چرا داریم میریم؟ جان؟ آخرین غذامونم توی این کشور بخوریم و دیگه بریم سوار پرواز. خیلی پرسیده بودن خرج اونجا چطوریه. اینجا فرودگاهشه 780 بد شد، بعد تقریبا 1400، یعنی یه چیزی هلوش 900 تومن، تقریبا 1 میلیون شد. 2 تا همبرگر سفارش شد، 2 تا همبرگر این همه ای 1 میلیون شد. یه 144 تا دیگه هم باید بدیم. بعد حجم همبرگرش رو بچه نگاه کن، این کف دست منه همینقدر، 2 تا همینقدی شد. الان 140 خورده ای هم بدیم، 3 تا نوشابه، 3 تا آب با 2 تا همبرگر امیر نمیخوره. تقریبا یه چیزی اولوژی 1 میلیون و 200 خورده ای شد. آقا خیلی ها پرسیده بودن که هزینه سفرتون چقدر شده. در این رابطه باید توضیح بدم بهتون که اصلا کلا فرق میکنه. بچه‌ها پرواز اکونومی داریم، یعنی پرواز معمولی، پرواز بیزینس داریم، یعنی اصلا پرواز با پرواز فرق میکنه، هتل با هتل فرق میکنه. اقامت شما میتونه 7 روزه باشه، 10 روزه باشه، 14 روزه باشه. کدوم شهرها میخواین برین داخل تایلند، میخواین پرواز داشته باشین از این شهر به اون شهر، پاتایا باشی، پوکت باشی، اصلا خیلی فرق میکنه. در این رابطه من واقعا تخصصی ندارم. شما میتونید از پرنده مهاجر که من باز هم تشکر میکنم ازشون به خاطر این سفر بی‌نظیر، برین ازشون سوال بپرسین، به صورت تخصصی حرفه‌ای جوابتون رو میدن. ولی در رابطه با پولی که باید بذارین تو جیبتون تا بیاین خرج کنین، باید بهتون بگم که 1000 تا شروع میشه به بالا، یعنی 50 میلیون به نظرم عدد خوبی میتونه باشه به بالا. تا سوغاتی میخواین بخرین، تفریحات چه تفریحی میخواین بکنین، چطوری میخواین اشغال کنین، 50 میلیون عدد خوبیه به بالا. من نوکرتونم. ایشالله خدا گناهایی که تو تایلند کردیم و ببخشه. بلند صلوات بفرست. ایشالله میبخشه. مشتی خدا دلش دریاه. آره به خدا دلش دریاست، میبخش ایشالله که ببخش.